اولا من ترجیح میدم لغت حرمت نفس رو تا عزت نفس، برای که حرمت یه باری داره که اساس حرمت نفس رو اونه و اون تقدسه، اون منحصر به فرد بودن انسانه، اون انسان رو به عنوان یه پدیده مقدس یا حولی در آوردن که یه حقوقی داره و یه حرمتی داره و یه حیثیتی داره و یه مرز و به اصطلاح حد و سرحد و باوندری داره که هیچ وقت هیچ کس تحت هیچ عنوانی به هیچ دلیل و بهانه‌ای نمیتونه ازش بگیره. لغت عزت نفس رو اونقدر نمیپسندم، ترجیح میدم این لغت حرمت رو که با احرام و محرم و حرم و همه اینا که زمینه تقدس رو پیدا میکنه در ارتباط باشه. لغت نفسش هم تاکید دارم برای اینکه یعنی خود واقعی من، یعنی اون چیزی که من هستم، actual self, real self. من با اون سطح و رویه کاری ندارم، بنابراین ترجیح من حرمت نفس. حرمت نفس از نظر من 10 تا محتوا داره که بر اساس این 10 تا چیزی که او رو تشکیل میده در حقیقت تعریف میشه. اولش این هست که این تقدسه، معناش اون حقوق انسانی است که از من سلب شدنی نیست، انفکاک ناپذیره. کسی نمیتونه مثلا آزادی من از من بگیره، کسی نمیتونه حق انتخاب من رو از من بگیره. بنابراین موضوع اصلی و اساسی یا حرمت و حیثیت من رو به نوعی مورد حمله قرار بده. به همین جاست که شما ببینید تو دادگاه ها یک کسی هم که قتل کرده میرن آقای فلان، بلند میشه قاضی محترمانه باش حرف میزنه، حتی وقتی حکم اعدامش رو بر اساس قانون میده. علت این که عرض میکنم مسئله اصلی و اساسی این است که مسئله تقدس. دومش رسیدن به این مرحله است که منم و تو. گرفتاری که تو فرهنگ ماست دقیقاً همینجاست. یعنی ما نمیپذیریم که تو با من متفاوت، ما فکر کنیم ما با هم یکی هستیم و فکر میکنیم این نشانه محبت. نه، این نشانه نپذیرفتن فردیت و حرمت انسانی است که شما تو کار من و من تو کار شما دخالت میکنم. من و شما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. حتی همدرد رو من دوست ندارم برای که مشکلی رو حل نمیکنه. از درد هم خبر میشیم، بعد برای هم باید دوا و دکتر باشیم. ولی اون چیزی که مهمه تویی و من قلب توی قلب من قلب منه. شما این غذا بخورید شما سیر میشید، من سیر نمیشم و این واقعیت رو باید پذیرفت. بنابراین حرمت نفس پذیرفتن فردیت و حرمت و اون باوندری و مرزی است و حدی است که من دارم و به همین جاست که حتی یه پدر و مادر یه جایی وارد حریم فرزندشون هم نمیتونن بشن، چه رسه به این که به دیگران. سومش اینه که ما با هم برابریم، یعنی مسئله اصلی ایکوالیتیه. این برابری و یکسانی، برابری در زمینه‌های فراوان وجود داره. و چهارمیش که به اون مرتبط یکسانیه، یعنی we are the same، یعنی هیچ فرقی نمی‌کنه. این همون چیزی است که فرقی بین زن و مرد نیست، هیچ فرقی بین سیاه و سفید نیست، هیچ فرقی بین 5 ساله و 50 ساله نیست. یعنی اینجاست که مسئله یکسان بودن ما مطرحه. پنجمیش این است که من از شما نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم. این موضوع همه رو آزاد میکنه. یعنی اصلا مسئله نیست که شما از من بهترید یا بدترید، اصلا من قرار نیست این رو ببینم، اصلا مهم نیست. درست مثل این که شما هیچ اهمیتی نمیدید که مثلا فرض بفرمایید رئیس جمهور فلان کشور راجع به شما چه نظری داره، اصلا موضوع شما نیست. ما باید به یه جایی برسیم که به این بالا بودن و پایین بودن و خوب بودن و بد بودن و کم بودن و زیاد بودن توجه اعطایی نشه باشیم. همونطور که شما به یک کسی که میرسید بهش حمله نمی کنید که این چه قدی است که تو داری یا چه وزنی است که تو داری. این رو پذیرفتید، این آدم با این قد با این وزن. این رو باید در جهت دیگر هم بپذیریم، چون مفهوم حرمت با این معنا پیدا میکنه. ششمش این است که من ارزش دارم، اهمیت دارم، اعتبار دارم، همونطور که شما دارید. من مهمم، شما مهمید. من ارزش دارم، شما هم ارزش دارید. شما اعتباری دارید، منم اعتباری دارم. یعنی قبول این ارزش و اهمیت و اعتبار، نه اینکه وقت من مهم نیست وقت شما مهمه یا وقت شما مهم نیست وقت من مهمه. هفتمش این است که من خودم رو خوب میدونم و شما رو خوب میدونم و زندگی رو خوب میدونم. یعنی رسیدن به مرحله پذیرفتن این که ما خوبیم. 98% مردم در 98% موارد کوشش کنن بهترین کارشون میکنن، پس همه خوبن. هشتمش این است که من خودم رو دوست دارم و دوست داشتنی میدونم، همونطوری که شما رو دوست دارم و دوست داشتنی میدونم و رابطه ما فقط دوستانه است. یعنی رسیدن به حرمت نفس با خودش سلف لاو یا خود دوستی میاره. نهمش این است که من از خودم، از آنچه که هستم احساس خجالت و شرمندگی نمی‌کنم. این قد من، این وزن من، این سن من، این پدر من، این مدرک من، این خونه من، این ماشین من، این پسر من. تموم شد رفت. شرم و خجالتی ندارم. و دهمیش این است که من اضطراب و نگرانی ندارم از دیگران و یا اون چیزی که به عنوان سوشال فوبیا یا هراس اجتماعی است ندارم. شما آدم خوبی هستید،
ما به دنبال این هستیم که راهی پیدا کنیم که از طریق همکاری و محبت به همدیگه و به دیگران خدمت کنیم. اساس حرمت نفس روی این 10 تا پایه گذاشته شده و به همین جهت که موضوع بسیار مهم و اساسی است. امروز میدونیم که اصلا بزرگترین گرفتاری و مشکل روانی که انسان‌ها دارن مسئله حرمت نفس و خوددوستیه و گرفتاری ما در جنگ و جدال‌ها و اشکالات فردی، خانوادگی، اجتماعی یا حتی بین المللی از همین مسئله سلف استیم یا حرمت نفس به وجود میاد و مطرح میشه و همین جاست که امروز اصل است و اساس و توجه لازم رو احتیاج داره. میفرمایید گفتید مطلب دیگری هست. سوال بعدی این که اگه این حرمت نفس ما در کودکی آسیب دیده باشه ما چطور میتونیم اینو به صورت جبرانش بکنیم؟ چطور میتونیم اینو ببینید عزیز، اتفاقا نکته‌ای که فرمودید اینجاست که حرمت نفس ما کجا بیش از همه جا به وجود میاد یا از بین میره. 14 ماهگی تا 36 ماهگی، یعنی 14 ماهگی و 36 ماهگی 3 تا موضوع مهم هست که سلف استیم ما رو یا حرمت نفس من شما رو بالا میبره یا این 10 تا چیز رو در ما میکوبه. اولش مسئله آزادی کودک، یعنی کودک بین 14 تا 36 ماهگی باید در یه محیطی که امن هست و خطر و ضرری برای او و دیگران نداره آزادانه زندگی کنه. غذاشه، حرفش، بازیشه، کارشه، اونجاست که اون پر پرواز رو پیدا میکنه. دومش اینه که به او خجالت و شرمندگی برای نادانیش، ناتوانیش یا نیازمندیش ندیم. چون میدونید بسیار از ما پدر و مادرها بچه‌هامون رو مثلا خجالت زدیم میگیم چقدر یه چیزی میخوای، چقدر الان به تو آب دادم، چقدر این باز در میاد، بگیر بقاب، اینقدر اذیت نکن. یعنی پیامی که بهش میدیم این است که تو از آنچه که هستی و از آنچه که میخوای که به عنوان یک کودک مثلا 2 سال نیازمندی باید خجالت بکشی. یعنی شرم و خجالت رو اونجا تو وجودش میکاریم. و سومش درباره موضوع ادرار و مدفوعشه و آموختن یا توالت ترینینگ، آموختن این که چگونه باید مواظب و مراقب خودش باشه که اگر رفتار و اعمال ما خوب نباشه بسیار آسیب زننده است و بچه را از هم میپاشه. به این 3 تا موضوع مهم و اساسی که 14 ماهگی تا 36 ماهگی در حالت عادی اتفاق میفته. اگر من پدر و مادری هستم که تنبیه میکنم، تهدید میکنم، زن و شوهر دعوا میکنیم، خب معلوم همه این چیزا تو بچه به هم میرسه، چون یا تو ماشه اون 10 تا چیز است. پس ما بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی بیش از هر زمان دیگری سلف استیم و حرمت نفس ما ساخته میشه یا ویران میشه. بنابراین من اگر الان یا آقای 40 ساله یا یه خانم 40 ساله ببینم که حرمت نفس بالایی داره، فرض رو بر این میگیرم که به احتمال زیاد 14 ماهگی تا 36 ماهگیش خوب بوده و اگر حرمت نفس کمی داره، فرض من این است که بیش از هر جای دیگه 14 ماهگی تا 36 ماهگی آسیب دیده، برای که اونجاست که این شکل و فرم میگیره و حرکت میکنه. چگونه میشه درستش کرد؟ خیلی ساده است. اولا نگاه کنیم به اون 10 تا موضوع. اون 10 تا موضوعی است که حرمت نفس رو تشکیل میده، باید باش به درستی برخورد کرد. و بعدم چه آسیبایی دیدیم، درست مثل که من تصادف کنم، حالا که تصادف کردم دستم شکسته یا پام یا گوشه چشمم پاره شده، خب منو باید برم سراغ اون. پس من وقتی که مشکل سلف استیم دارم، خود دوستی ندارم، خودم رو خوب نمیدونم، اضطراب دارم، خجالت میکشم، دائما در حال مقایسه خودم با دیگران هستم، خودم رو بد میدونم، رفتار دیگران رو در ارتباط با خودم بد میدونم، به کار دیگران دخالت میکنم، اجازه میدم دیگران تو کار من دخالت بکنن، برابری رو قبول ندارم، خودم رو برتر و بالاتر از بقیه میدونم یا خودم رو کمتر از بقیه میدونم، تقدس انسانی رو نمیپذیرم یا آدمی رو به خاطر اینکه زن کم میدونم، به خاطر اینکه مذهبش چیز دیگه است تو سرش میزنم. اینا نشون دهنده گرفتاری و بیماری منه. اینا نشون دهنده آدمی است که سلف استیم نداره و این رفتار نامناسبش با دیگران یا خودش هم نتیجه اون احساس بده. نتیجتاً مثل هر چیز دیگری که وقتی ما آسیب میبینیم باید ببینیم چگونه آسیب دیدیم، کجا هست، باید رفت سراغش. ولی اون اجزایش، اون ارکان حرمت نفس به نظر من البته چیزای دیگه است، ولی 10 تا موضوعی مهمی است که هر وقت شما هر کدومش مسئله دارید باید روش کار بکنید. من اگر از مردم وحشت دارم، عقیدمو نمیگم، سوال نمیکنم، درگیر نمیشم، بحث نمیکنم، مخالفت نمیکنم، خب معلوم آسیب دیدم. من یه وحشتی از دیگران دارم، خودمو خوب نمیدونم، دیگران رو خوب نمیدونم، خودمو دوست داشتنی نمیدونم، دیگران دوست داشتنی نمیدونم. در این حال باورم این است که دیگران بعدن اگر حرفی بزنی مخالف عقیدهشون تو رو آزار میدن، اذیت میکنن. پس بنابراین توی مهمونی ساکت میشتم در حالی که حرف بد یا غلطی گفته میشه یا نظر من رو میخوان
عقیده رو ابراز نمی‌کنم. چرا؟ برای که جرأت ابراز عقیده ندارم، برای که خودم رو خوب نمیدونم، شما رو خوب نمیدونم، نتیجه گفتگو رو خوبی و یا خوب نمیبینم. خب معلومه که اونها رو پیدا میکنم. نتیجتا سلف استیم که موضوع بسیار مهمیه و گفتم اجزا و ارکان فراوانی داره، باید با یه دقتی باش برخورد بشه. و من مثلا متوجه میشم یه آدمی هستم مثلا دائما دارم خودم رو با دیگران مقایسه میکنم. روزی که شما خودتون با دیگران مقایسه کنید از پا در میاد، چون همیشه اصلا برای شما موضوع مهمی که چی خوبه، کی بده، کی چنینه، کی چنانه، و یا اصولا زندگیتون رو مرتبط کنید به قضاوت و نظر دیگران. شما هیچ ملاکی برای رفتار خوب، کار خوب ندارید، یا ای دارید اون رو کنار میذارید.